منتشر شده در کانال تلگرامی دادگاه مجازی. این عرض تسلیت شهادت حضرت امام حاوی علیه السلام. اولین جلسه برخط دادگاه عمومی خلیل آباد در استان خراسان المدنی شعبه اول دادگاه تحت عنوان اثبات وقوع عرضه و اعدام تنظیم سند خواهان آقای هادی افراسیابی با وکالت خانم مریم ابراهیمی و خواندگان آقای محمد وطندوست و خانم فاطمه وطندوست که خانم فاطمه وطندوست با وکالت آقای جعفری در دادگاه حاضر هستند. آقای محمد وطندوست حاضر نشده لکن لایحه هستند که در مسابقه شد. جلسه رو شروع می‌کنیم. خانم ابراهیمی بفرمایید. خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران به وکالت از آقای هادی افراسیابی به استحضار میرسم که خواسته بشن دادخواست تقدیمی مضاف بر این که محمد وطندوست و جواب با فاطمه وطندوست که زن و شوهر هستن با هم اختلاف خانوادگی دارن. بعد پدر محمد وطندوست که علی وطندوست بوده برابر بابای سالسه سال 97 فوت کرده. سال 92 که زن و شوهر عقد کردن برابر سند رسمی توی اداره ثبت که من کپیشو دارم من اصلشو یک ملکی رو فروخته به که حالا پلاکشو معرفی کردم فروخته به محمد وطندوست و فاطمه وطندوست که پسرش و عروسش بوده. بعد الان که زن و شوهر به اختلاف افتادن موقعی که زن و شوهر با هم خوب خوش بودن محمد وطندوست طبق قولنامه‌ای که داره در 4/4/1402 82 متر از این ملک رو با حد و حدود و سایر مشخصات مندرج در قولنامه فروخته به هادی افراسیابی که موکلمه. بعد الان که زن و شوهر به اختلاف افتادن بابت مهریه‌اش توی اداره ثبت خلیل آباد فاطمه وطندوست این ملک رو توقیف کرده که ما طبق قولنامه الان اثبات دادیم و الزام تنظیم سند رسمی و دستور موقت فوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی سر که 26 وقت مزایده شد توی اداره ثبت خلیل آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام دارم خدمت دادگاه محترم و تسلیت این ایام. دادخواستی که وکیل محترم خواهان دادن یک سری ایراداتی داره که ابتدا به بیان ایرادات شکلی میپردازن و بعدم دفاع موضوعی. ایراد اول ما نسبت به اصل قولنامه ادعای انکار و تردید داریم و نسبت به تاریخ قولنامه ادعای جعلی بودن داریم. جالبه که وکیل محترم خواهان در سطح 4 دادخواست مدعی تحویل ملک به موکلشون شدن در حالی که به جهت استحضار ریاست محترم میرسانم که ملک مورد ادعایشون مشاعی هستش و تحویل بدون رضایت موکل این جانب خلاف قانونه و در این خصوص از وکیل محترم خواهان درخواست دارن که اگر ادعایی دارن تقسیم نامه‌ای دارن به دست ما برسونن در همین جا. این یک نکته بعدی که دادخواستشون ایراد داره این که اداره ثبت رو طرف دعوا قرار ندادن آقا، چون ما رفتیم از باب مهریه توقیفاتی داریم توقیف کردیم از طرف اداره ثبت ایشون طرف دعوا قرار نداده. چهارم این که درخواست توقف عملیات اجرایی بایستی همزمان با خواسته ابطال عملیات اجرایی باشه که متاسفانه چنین اقدامی هم وکیل محترم خواهان انجام ندادن و این هم یک ایراد شکلی هست که دادخواستشون داره. نکته بعدی که به استحضار ریاست محترم میرسانم ملکی که مورد ادعای وکیل خواهان هستش 3 دانگش در زمان خود مرحوم علی وطندوست به موکل من واگذار شده 3 دانگش و 3 دانگش هم متعلق به پسرشون بوده. خب اگه کل زمین رو 140 متر در نظر بگیریم پس میشه 70 متر متعلق به موکل این جانب،
70 متر متعلق به موکل خواهان هستش. پس با این دقت که مساحت کل ملک طبق نظر کارشناس 140 متره، ولی اگه ایشان خریده است باید 72 متر باشد نه 82 متر. یعنی که 12 متر از سند رسمی موکل ما رو فروختن. آقا سند رسمی موکل ما رو فروختن. با این تفاصیل و ایرادات متعددی که بر دادخواست همکار محترمون هستش، لازمه رد دعوای مطروح هستش. حالا ما تابع نظر دادگاه محترم هستیم که اگه خلاصه نظرشون غیر از این هستش، ما دفاع ماهوی خودمون رو شروع کنیم. اصل سند رو بخوام بله هست. خب ادعای جعلیت نسبت به چی آید؟ بله، ما اولین ایرادمون نسبت به یک ادعای این کار رو تردید نسبت به اصل قولنامه داریم و دو ادعای جعلی بودن به تاریخ. جعلیت تاریخ. بله این یک ایرادمون. ایراد منظور از جعلیت چیه؟ آقا متاسفانه در این دور زمانه خیلی باب شده که وقتی که خانم ها میرن مهریه رو اقدام میکنن، خب متاسفانه میان نسبت به تنظیم قولنامه سوری اقدام میکنن در جهت فرار از تادیه دین مهریه و حقوقات دیگه. ما نسبت به این داریم که این تاریخ جعلی هستش آقا. فقط درست شده که از حق و حقوقات موکل ما تضییع بشه. اگر ادعای جعل میگیم که این کار تردید به معنا نداره. ما انکار و تردید نسبت به اصل قولنامه و جعلیت تاریخ آجا. این کار نسبت به چیه قولنامه؟ اصلا ما اصل قولنامه رو مپذیرش نداریم. ادعای جعل داریم نسبت بهش آجا. این ما صحبتمون اینه که سه دانه بله ادعای جعل، بله ادعای جعل نسبت به این قولنامه داریم. وقتی ادعای جعل کنیم این کار تردید بله ادعای جعل نسبت به این قولنامه داریم. خب که بررسی میشه اصلا کارشناس میشه مشخص کرد. بله دست دوم متراژ اون باید کارشناسی بشه. بله دست دوم خودشون تقسیمنامه خانم ابراهیمی تقسیمنامه برای شما برای این حاجا من اگه اجازه بدین جواب بدم حرفای آقای جعفری رو. حاجا اول که ادعای انکار و تردید کردن، هم ادعای انکار و تردید هم جعل نمیشه. هم ادعای انکار و تردید کنن هم جعل. اگه انکار و تردید دارن خب خاطر همین انکار و تردید است که ما اثبات دادیم که با شاهد و دلیل مدرک ثابت کنیم که معامله صورت گرفته. اگر اصلا میگن معامله صورت نگرفته، خب موکل من میاد پول هست که رد و بدل شده، ثمنش پرداخت شده، بعد شاهدا هستن، خود موکلم میاد دیگه اصلا بچه‌ها این معامله موقعی صورت گرفته که زن شهر هم خوب خوش بودن. اینا از شهریور ما با هم به اختلاف افتادن. این اصلا برج فکر کنم 4 یا 11/1400 تاریخش مشخصه که قولنامه صورت گرفتیم. بعد اگه ادعای جعل هم دارن در خصوص تاریخش که اشکال نداره، هزینه کارشناسی رو پرداخت کنن، برم کارشناسی. بعد در خصوص این گفتم مشاهی پدر موکل بی زن شوهر فروخته، خب من سندشو ندارم، نمیدونم که مفروضی فروختن یا مشاهی. اینو از ثبت استعلام بگیرین یا آقای جعفری دارن سندشو ارائه بدن. بعد که مفروضی فروختن یا مشاهی در خصوصی گفتن چرا اداره ثبت تو طرف دعوا قرار ندادن. خب چون جلسه اول اداره ثبت من اگه نظر شما جا اینه که چیه به دعوا جلبش میکنم. در خصوصی که گفتن توقف باید همراه با ابطال عملیات اجرایی باشه، اینم تو جلسه اول خواستم افزایش میدم به ابطال عملیات اجرایی. در خصوصی که گفتن 70 متر به آقا میرسید و 70 متر به خانم، اینم اگر لطف کنین استعلام بگیرین از سندش رو چی کنین مقدارش هم استعلام بگیرین ببینیم واقعا 140 متر بوده، 70 متر به خانم میرسید و 70 متر به آقا. تا ما چی کنیم اگر سندش هم دارین آقای جعفری که روید بدین. ما در خدمت شما هستیم. برای طرف دعوا قرار
نوشتم که به نظر من نیاز وارد نیست، نیاز نیست اصلا. برای ابطال هم نیاز نیست، چون در اساس مهریه‌اش دارم تا الان که اجرایی درست داده شده، نیاز به ابطال اجرایی نیست. خواهان باید اعتراض ثالث بده که اون مسئله در سطح در سطح ما نیست. اون دعوا به دادن رسیدگی میشه و خانم رفته مهریه‌اش را از طریق اداره ثبت اقدام کرده و در راستای مهریه‌اش رفته سدانگو توقیف کرده. یعنی ما پرونده اجرایی اینجا نداشتیم. این تمام فرایند در اداره ثبت و وکیل محترم خواهان باید ابطال عملیات اجرایی ثبت رو باید درخواست میدادن و که متأسفانه تو خواستشون نیاوردن. من فقط یک لازم میدونم که یک توضیح بدم. یک ملکی هستش حاج آقا، خب که 140 متره که حالا نمیدونم در چه سالی هستش، سال 92 هستش وکیل محترم خواهان، که توسط آقای علی وطندوست 3 دانگش سند میخوره به نام عروسشون و 3 دانگش به نام پسرشون. بعد ما که مهریه رو از طریق اداره ثبت اقدام میکنیم، میایم 3 دانگی که متعلق به آقا هستش از طریق اداره ثبت توقیف میکنیم. یعنی تمام عملیات تو اداره ثبت انجام شده باشه و اون بحثی که وکیل محترم میگنجن در این بحث نیستش. ضمنی که زمانی افزایش خواسته هستش که من وکیل بیام درخواست اجاره‌های 3 ماه رو بکنم، بعد بیام در جلسه اول دادرسی بگم 3 ماه رو به 10 ماه میخوام افزایش بدم و یکی ایشون میفرمایند که ما میخوایم افزایش خواسته بدیم. افزایش خواسته ایشون چون دعوای مستقل مطرح هستش باید در قالب دادخواست جدید و دعوای مستقل مطرح بشه. ضمن اینکه یک ایراد شکلی دیگه که این دعوا داره و جهت ریاست محترم دادگاه بیان میکنم اینه که مطابق سند رسمی این ملک اعیان داشته، همین 140 متر طبق مطابق سند رسمی اعیان داشته. از طرف دیگه کارشناس ثبتی گفته این زمین هستش که متاسفانه اینم در دادخواست وکیل محترم خواهان مشخص نکردن که این اعیان دارد یا خیر و اگه اعیان ندارد چرا این رو مقوم نکردن. این هم یک ایراد شکلی هستش که به دادخواست ایشون وارد هستش. آجا در خصوص اعیان و عرصه‌اش میگن زمینه یا چه، که هنوز فرآیند کارشناسی نرفته که ببینن اعیان داره یا نه. بعد یک چیزی تو حرفاشون گفتن که 3 دانگ علی وطندوست ثبتی و مفروض به فاطمه وطندوست داد و 3 دانگ مشایی داده. 3 دانگ مشایی از 140 متر به نام خانم وطندوست و 3 دانگ مشایی به نام علی وطندوست. من سندشو ندارم که ببینم مفروضی یا مشایی، اگر لطفاً استعلام بگیرن از اداره ثبت. اینا که باید بعضی ایرادات باید کارشناسی اجرا بشه، اینکه آیا افراز شده سهم 2 نفر افراز شده، شما باید مستندات اداره بدین خانم ابراهیمی. اما در مورد ایرادی که آقای جعفری من گفتیم که وارد نیست. آقای افراسیابی شخص ثالثیه که به این توقیف اعتراض داره و اعتراضش هم باید در اداره ثبت رسیدگی شه، ولی دعوایی که اینجا مطرح کرده دعوی اثبات حقوق عقدی و اعلام تنظیم سنده که مطابق رأی عقدی 784 دیوان عالی کشور دادگاه میتونه مستقلاً رسیدگی کنه و مانع جهت رسیدگی دادگاه نیست. ما بیشتر ایرادی که آنجا فرمودید با کسب اجازه از دادگاه محترم نسبت به دستور موقت هستش. اگه شما درخواسته وکیل خواهان دقت بفرمایید نوشتن دستور موقت مبنی بر توقف. ما نسبت به دستور موقت ما میگیم نوع درخواست ایشون در بحث دستور موقت محلی نداره در این دادخواست.
چون اگه ایشون درخواست توقف عملیات اجرایی در قالب دست موقت دارن، بایستی توأم با ابطال عملیات اجرایی ثبتی باشه که چنین اقدامیشون انجام ندادن. ما منظورمون این هستش، در حرف ما منظورمون نسبت به دست موقت خواسته سوم ایشون که خواسته قانونی نیست و به طور صحیح مطرح نشده. اون چیزی که خواسته ای که باید با عملیات اجرایی قرار توقیف ماده 5 قانون اصلاح مواد قانون سر راجع به قرار توقیف عملیات اجرایی که باید ضمن دعوای ابطال اجرایی است، اجرایی ثبتی مثلا دست موقت در این پرونده با اون قرار توقیف متفاوته. نظام بازم ایرادی نداره. جواب ببخشید، این موکل من سواد قانونی که نداشته. هادی افراسیابی موقعی که فهمیده آقای علوی کارشناس رفتن برای مزایده و ارزیابی ملک، یک دفعه میگه دیدم آقای علوی کارشناس آمدن دارن متراژ میکنن، بعد بهشون گفتم که این ملک مال منه، چند مدته که محمد وطن‌دوست به من فروخته. بعد میگه اون موقع که رفتم به اداره ثبت گفتم چی شده؟ گفتن این خانم مهریه‌شو به اجرا گذاشته، تو باید بری از طریق دادگستری یک قولنامه عادی ارزش نداره، باید بری اثباتش کنی، یک رأی مبنی بر اثبات مالکیت یا اثبات عقدبه برای ما بیاری که عملیات اجرایی ثبت متوقفش کنیم. دیگه برای ما اساس ما اومدیم اثبات قولنامه رو بدیم، اثبات عقدبه، اثبات مالکیت شدیم، ثابت کنیم که اصلا مالکه. حالا جناب ما مطیع نظرات شما هستیم، اگه اجازه میدید و بحث دفاع ماهوی رو انجام بدید. طبعا نباشیم امکان لایه آقای وطن‌دوست رو مطالعه کنیم که شما دفاعیاتی داشته. اجازه هست. اما در بحث دفاع ماهوی بر فرض عدم پذیرش ایرادات شکلی، هرچند که هر کدوم از این ایرادات شکلی به جهت ریاست محترم دادگاه میرسونم که دعوای خواهان رو رد میکنه، لیکن حسب دستور دادگاه محترم در شعبه عمل دادگاه خلیل‌آباد دفاع ماهوی خود رو به این شرط اعلام میکنم، چون این از موارد اخذ به شفعه هستش، به وکالت از موکل با توجه به دستور موقت صادره اعلام می‌دانم که سه دانگاه آقای افراسیابی رو، خواهان محترم رو که ایشون مدعی هستند که خریداری کردن، موکل ضمن استناد به اخذ شفعه حاضر از ثمن پرداختی آقای افراسیابی رو پرداخت نماید. این از بحث دفاع ماهوی. اما جهت ریاست محترم به استحضار ریاست محترم دادگاه میرسانم که موکل این جانب در روز گذشته از جناب آقای افراسیابی و آقای وطن‌دوست تحت عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده که جهت استحضار شکوایه را تقدیم دادگاه محترم میرسانم که در جریان رسیدگی باشد. نکته دیگه‌ای که در اینجا لازم است به عنوان دفاع ماهوی اعلام نمایم، اعمال ماده 46 و 47 قانون ثبت که در مواردی که در شهرهایی که اداره ثبت وجود داره، ثبت بینامه اجباری هستش که با توجه به اینکه این بینامه ثبت نشده لذا محلی در پرونده حاضر ندارد. این دو نکته بعدی که خدمت شما حاضر هستم اینه که در جهت اینکه این مورد را ثابت کنم که این قولنامه سوری هستش، خانم ابراهیمی وکیل محترم، وکیل دعاوی خانوادگی آقای محمد وطن‌دوست در همین پرونده های مطروحه در کاشمر می باشد. از طرفی خانم ابراهیمی وکیل خواهانم در این پرونده می باشه
این نشون میده از سوری بودن این بحث هستش که فقط در جهت این بیان شده که میخوان جلوی حقوقات موکل این جانب رو بگیرن. اما سخن آخر و نکته آخر جهت استحضار ریاست محترم دادگاه میرسانم که ادعای وکیل همکار خانم در این پرونده با عنوان اثبات وقوع عقد بی و الزام به تنظیم سند رسمی با ادعای همین خانم، همین وکیل همکار خانم در پرونده کلاسه که تا دقایق دیگه به استحضار شما میرسانم با موضوع طلاق و درخواست زوجه که در آنجا ایشان بحث اثبات تنفیذ صلحنامه رو آمدن جزو مدارک و لایحه خودشون بیان کردن در تضاد هستش که اینم جهت استحضار دادگاه محترم میرسانم. من یه آخری رو نفهمیدم چی گفتن. تنفیذ صلحنامه، خب اگه اجازه بدین جواب بدم. در خصوصی که گفتم ما تنفیذ صلحنامه دادیم، خب او که فکر کنم برای 14-11 وقت رسیدگیشه. او اصلا ربط یک منزل مسکونی دارن که مال علی وطن دوست بوده، فوت کردن. بعد اصلا ربط او منزل مسکونی این ملک الان که چی کردیم یک زمین خالیه. بعد اینا گفتن که یک شکوایه مطرح کردن که هنوز به هادی افراسیابی موکل من ابلاغ نشده، اصلا نمیدونه که موضوعش چی است. اعمال ماده 46-47 اداره ثبت رو گفتن که در این راستا خب ما الان الزام به تنظیم سند رسمی دادیم. از فاطمه وطن دوست و محمد وطن دوست خواستیم که سند رسمی برام موکلم بزنن. در خصوصی که گفت از سوری، خب سوری بودن رو بیان ثابت کنن، دلیل و مدرک بیارن و این دلیل و مدرک نمیشه که من تو کاشور وکیل پرونده‌های خانوادگی آقای وطن دوست هستم و اینجا وکیل عادی افراسیابی. پرونده‌های زن و شوهر اختلاف خانوادگیشون برای دادگستری کاشوره. یک دادخواست مطالبه نفقه دادن و حصالت فرزند که بعد اونجا برای وکیل آقای محمد وطن دوست. صحبت دیگه این نداره. فقط ما تاکید داریم رو بحث جعلیت تاریخ و بحث خود قولنامه و موارد دیگر. شکایت کیفری راجع به همین نشه؟ بله. ما شکایت کردیم جهت ریاست محترم دادگاه از آقای هادی افراسیابی نسبت به همین پلاک ثبتی 454B نسبت به همین ادعای وکیل محترم خواهان نسبت به همین 82 متر که بیان کردیم که 12 متر ایشون از سهم موکل ما فروخته، چون اون مترهای 140 متر 70 مترش متعلق به موکل منه، 70 متر متعلق به آقای محمد وطن دوست هستش که محمد وطن دوست اومده بیشتر از مقدار مالکیت خودش فروخته. با توجه که شکایت کیفری مطرح شده تاثیر داره تو این دعوا، منتشر شده در کانال تلگرامی دادگاه مجازی. بحث شکایت کیفری هم در دادگاه کیفری تکلیف میشه. ختم جلسه رو اعلام